السلام علیکم به برنامه وریانس این هفته خیلی خوش آمدین. من محمد صادق قدان هستم. در این هفته وریانس مهمان را با خود داریم که عضو روند سبز را با خود داره. مجتبی دقت، فعال سیاسی و همچنین فعالیت‌های سیاسی را انجام میتن. از زندگی شخصیشان بیشتر میدانیم که چی کار انجام میتن و چی فعالیت‌های اجتماعی را انجام داده. با زندگیشان و همچنین فعالیت‌های سیاسیشان بیشتر میدانیم. دقت صاحب خیلی خوش آمدین به برنامه وریانس. خوشحال هستم. تشکر از دعوتتان. سلامت باشین. متشکرم. زنده باشین. مجتبی دقت کی هست؟ کارهای خود از کجا آغاز کرد؟ به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما و به خدمت بینندگان گرامیتان. من مجتبی دقت نام دارم. از افغانستان هستم. در ولایت پنجشیر به دنیا آمدیم. سال تولد من 1371 هست. مکتب را در لیسه عالی استاد خلیل خلیلی تا صنف 7 خواندیم. بعد از صنف 7 در لیسه عالی محمد انور بسمل رفتیم. بعد از تا صنف 10 از صنف 10 بعد لیسه عالی غلام محمد حیدرخان در لیسه. بعد از سال 1369 از لیسه غلام محمد حیدرخان فارغ شدیم و وارد فاکولته اقتصاد شدیم. در سال 1393 از فاکولته اقتصاد فارغ شدیم و بعد یک مقدار لسان خارجی و زبان انگلیسی را آموختیم و 6 ماه هم خبرنگاری را در جهان نور آموختیم و از سال 13 در جریان مسئولی از سال 1390 به حیث فعال اجتماعی سیاسی در سازمان روند سبز افغانستان موظف فعالیت‌های اجتماعی است. خیلی شما از فعالیت اجتماعی را اشاره کردین. چی فعالیت را تا بالا انجام دادین که برای شما قابل پذیرش بوده؟ بسیار خوب. فعالیت‌ها خود در مجموع بسیار است. من نمونه نام میگیرم. ما در روند سبز افغانستان به دادخواهی و عدالت‌خواهی پرداختیم. ما به عدالت‌خواهی مردم پرداختیم که از نعمت سرک محروم بودن، اونا را به خواستارشان رساندیم. ما به دادخواهی حقوقی پرداختیم که حقوقی متاسفانه در دستگاه نظام مدنی افغانستان به حقشان نرسیدن بودن. ما استاد شدیم و دادخواهی کردیم به نفعشان و در پهلوی عرصه ها زمینه درس خواندن برای جوانان مساعد ساختیم، روانشان کردیم با دانشگاه با تخفیف بسیار خوبتر و زمینه را به خاطر جوانان برای تحصیل بیرون از کشور مساعد ساختیم که رفتن آموزش دیدن در کشورهای هندوستان، کشورهای ایران و خارج از کشور، حتی کشور ترکیه همچنان. درست. شما بیشتر در فعالیت‌های اجتماعی هستین. بله. و با نهادهای اجتماعی سر کار دارین. فکر میکنین که جوانانی که تازه از پانتون فارغ میشن به این روندها اگر اضافه بشن به نظرتون خوبه؟ بسیار خوب. جوانانی که از دانشگاه افغانستان فارغ میشن، یک مشکلی که ما شما مواجه هستیم هنوز بخش تکنیکی که یک جوان مثلا فارغ میشه عاجل بره صاحب کار شود نداریم. ما او میگرده تا 4 سال 5 سال کار پیدا کنه و در بخشی که درس خونده هیچگاه کار مورد نیازش پیدا نمیکنه و چه بهتر از برن به بستر فعالیت‌های اجتماعی بپردازن و بتونن تجربه کاری حاصل کنن و مصدر خدمت از طریق فعالیت‌های اجتماعی با مردم شون. شما میگین که کار در نهادهای اجتماعی است. خب کار در نهادهای اجتماعی، بله، کار در نهادهای اجتماعی است، دادخواهی است، دادخواهی حقوقی است، کارهای صحی است، کارهای اجتماعی که بتونه برای رضایت خاطر مردم افغانستان انجام شود است. ولی او کاری که برای از اونها روزمره و عاید داشته باشه او باز بیشتر در کارهای مؤسسات خصوصی و دولتی میتونه دریافت کنن و به خاطر که تجربه بگیرن، شناخت با کار پیدا کنن، با محیط کار پیدا کنن، بهتر است از فعالیت‌های اجتماعی خودشون شروع کنن، چون با اجتماع هم وارد تعامل شون و بتونن مطابق از اجتماع وقتی برن در سکتور دولتی یا خصوصی بهتر با مردم در ارتباط باشن. بعد از جانان که به این نهادها رفتن ملحق شدن شکایت دارن که از سوء استفاده سیاسی شده. خب در افغانستان متاسفانه ما داریم این رقم نهادهایی که وقتی یک جوان با یک دید پاک میره داخل یک نهاد داخل میشه، کار میکنه، فعالیت میکنه، در آخر از اون سوء استفاده میشه. اما همین جوانی که وقتی از دانشگاه فارغ میشه، تحصیل کرده است، حداقل هم کارکرد یک نهاد با بررسی بگیره که همین نهادی که داخل شده همون کار میته، کارایی داره، میدونه برای آیندهش به درد بخوره و یک انسانی که عاقل باشه، بالغ باشه، بالای سن 20 که از دانشگاه فارغ میشه، ضرورت نیست از اون سوء استفاده شه. و فعلا آگاه، خصوصا در قرن 21 که جهان به یک دهکده کوچک تبدیل شده، رسانه‌های اجتماعی از فعالیت‌های اجتماعی از تلویزیون از رسانه هاست، امکان نداره از یک جوان سوء استفاده شود. او باید آگاه و از ذهنیت و فکر خود استفاده کرده، نگذاره که یک نهاد از او سوء استفاده کنه. بره در نهاد کار یاد بگیره، وارد اجتماع شود، با محیط آشنا شود، مشکلات رو درک کنه و بتونه به حیث یک جوان با تجربه کار دیده وارد عرصه کاری خود شود.
درست. چون شما در نهادهای اجتماعی کار میکنین، سر و کارم دارین، حتما معلوماتم دارین، میخوایم تجربه شما و دیدگاه شما رو بدانیم که نظر شما نسبت به این نوع نهادها چی است؟ ما من حیث عضو روند سبز افغانستان با یک نهاد کار کردیم، البته نهاد فعالی اجتماعی و سیاسی است. روند سبز افغانستان در بخش‌های متعددش کار کردیم، دادخواهی، بخش مسئولان، بخش عدالت خواهیش پیش بردیم و آموختیم. لذت میبرم از کار خود و بسیار مشتاق کار خود بودم. وقتی در نهادهای اجتماعی بودم هیچگاه کدام شکایتی ندارم و برای ما زمینه تحصیل و فراهم ساخت، برای ما آموزش داد که چگونه بتونم با اجتماع وارد تعامل شوم. برای ما بسیار عمیق قدر که میتونم برم در رسانه صحبت کنم، میتونم از حق خود دفاع کنم و در یک جای خوبتر مظهر خدمت شوم. این کل برگرفته از مو بستر اجتماعی است که ما در یک نهاد عضو بودیم. شاید نهادهایی هم باشه که خوب کار کنن و شاید نهادهایی هم باشه که از جوانان سوء استفاده کنن، ولی من نهادی که رفتیم با علاقمندی کار کردیم، با عشق کار کردیم و توانستیم خودم راضی نگاه کنم، نهادم خودم راضی نگاه کنم. مشکل نداشتم. دقت که فعال سیاسی است، اقتصاد خونده و ژورنالیسم دوست داره. اول از اقتصاد بر ما بگین که چه کارایی در عرصه انجام دادین، بعدش دوباره خبرنگاری می‌خوایم پرسید. ما بعد از اینکه فارغ شدم از دانشکده اقتصاد دانشگاه کاردان، در عرصه اقتصادی 2 سال در یکی از نهادهای دولتی کار کردیم. در رشته خود مطالعات اقتصادی دارم، دیگه کدام فعالیت شخصی که به عنوان کار اقتصادی انجام داده باشیم تا انجام ندادیم. پرداختیم به کارهای اجتماعی و سیاسی و ژورنالیسم خیلی دوست دارم. من دهانی را به خاطر خواندم ژورنالیسم که بتونم از دنیای ژورنالیسم چیزی بردارم، نه به این که من خودم خبرنگار باشم، حداقل دنیای ژورنالیسم بدانم که چی از دی دنیا و چی آموخته میشه، چون بسیار یک مسلک مقدس است، مسلک پاک است و خیلی ها انسان ها بسیار شرافتمندانه با وقار، با اخلاق، با ارزش داخلی عرصه میشن و بسیار مقدس از جسیشان. من از صمیم قلب تمام کسایی که ژورنالیست خوانده احترام دارم و میدونم که پاک کار میکنن، همیشه در خدمت ملتشان بوده. به اون دلیل که من برای ملت خود علاقه دارم وارد دانشکده خبرنگاری شدم و فارغ شدم. اما در عرصه خبرنگاری هم تا کدام کاری انجام ندادم. تنها بسنده به این میکنم که وقتی در عرصه مطبوعات یک موضوعی که مطرح میشه میتونم تحلیل بکنم که خب هدف از چی بوده و آخر برنامه چی است، که برای من در زندگیم خیلی مثبت ظاهر شده و سر شخصیتم هم خیلی تاثیر گذاشته. در مدت 6 ماه که با خبرنگاران بودین چه حسی داشتین؟ طبعا با خوشی. هر روز میآموختم، هر روز بلد میشدم با کارهای تازه خبرنگاری. وقتی یک دیدی که خودم داشتم نسبت به خبرنگاری، نسبت به مطبوعات، وقتی که وارد عرصه شدم تعلیمات دیدم که در دنیای خبرنگاری چی میگذره، از مشکلات از اونها پی بردم که یک خبرنگار با چی مشکلات مواجه است، رسانش از اونها چقدر با مشکلات مواجه است، چقدر اونها زحمت میکشن برای ملتشان صادق باشن، چقدر زحمت میکشن که برای ملتشان یک برنامه تهیه کنن و ملتشان شاد نگاه کنن و واقعا من حیث یک معلم، من حیث یک راهنما برای اجتماع ظاهر میشن، برای فامیل ها ظاهر میشن، برای مردم ظاهر میشن که اونها از یک حالتی که اصلا به اونها بلد نیست، آشنا نیست، معرفی میسازه. برنامه‌های اجتماعی است، سیاسی است یا فرهنگی است یا کودکانه است، ذهنیت خانواده ها رو روشن میکنه، بالا میبره. از صداقت از اونها آگاه شدم و خیلی لذت بردم و فهمیدم که یک خبرنگار کارش کمتر از رسالت یک معلم، یک استاد دانشگاه نیست. شما اقتصاد هم خواندین و دوست دارین در بخش خبرنگاری هم پیشرفتی داشته باشین. شما خبرنگاری هم خواندین، ولی چه فکر میکنین کسانی که رشته دوم دوست دارن باید چه کار بکنن؟ مثل شمایی که مثلا خبرنگاری هم خواندین، اونا باید چه کار بکنن؟ خب من اقتصاد خواندم و در هر عرصه که کاری که تا بال کار انجام دادم 3-4 ساله در بخش رشته خود بوده، اقتصاد بوده. البته علاقه‌مند هم هستم که خبرنگاری هم خواندم، اما با یه معنا نه مثلا من که رشته خبرنگاری را خواندم از رشته اول خود که اقتصاد خواندیم از اون خسته کننده و یا رضایت نداشته باشین. رضایت دارم، اما چون علاقه‌مندی هم بیشتر از مثال شما اگر یک لسان داشته باشین یک آدم هستین، 2 لسان داشته باشین 2 آدم هستین، شما یک مسلک خوانده باشین 50% درس میفهمین، مسلک دو خوانده باشین ارتباطاتتون محکم میشه، 80% اگر مسلک سیر هم باشن 100% در کارتون وارد میشن و این برای خود انسان، برای دانش انسان میاد. این کدام مشکلی نیست که انسان یک رشته داشته خوانده باشه بعد وارد یک رشته دیگه شه، بازی یک فکر شه خب از رشته اولش رضایت نداشت رفت بعد رشته دوم. نخیر، این همه از اون مکس میشه، از اون یک برداشت بسیار قوی‌تر میاد. شما شاید انسان‌هایی را داشته باشین در عرصه خبرنگاری حتی که دانش از اونها جدا از اینکه خبرنگاری خوندن یک رشته دیگه هم خوندن و قوی‌تر از کسی ظاهر میشن که یک رشته خوندن. خیلی عالی. شما پست هم میکنین در فیسبوک و توییتر، همچنان شاید مقالات هم داشته باشین. هر چیزی که مقالات شما رو نیافتیم،
مقاله ایم دارین در این رابطه در بخش سیاسی یا اقتصادی یا ژورنالیسم؟ ما یک بخش در عرصه بازار زنان در ولایت بلخ یک مقاله اقتصادی دارم، 3-4 مقاله سیاسی دارم نوشتیم و در عرصه خبرنگاری کدام مقاله خاصی نوشته نکردیم، ولی دوست دارم یک مطلبی که برای مفید باشه برای جوانا و برای اجتماع او را حتما می نویسم، ولی من خوش دارم که اکادمیک پیش برم، نه اینکه مقالات بیشتر باشه و محتوا نداشته باشه. محتوا نداشته باشه. از مقاله‌ای که درباره خانم‌ها یا زنان در بلخ نوشته کرده بودین، یافته‌های شما چی است؟ خب بسیار خوب بود، بسیار عالی بود برای من، به دلیل از اینکه وقتی یک زن در جامعه بلخ میآید چقدر با یک احساس پاک میآید وارد اجتماع میشه، سرمایه گذاری میکنه. هدفش است که وطن از این وابستگی اقتصادی نجات پیدا کنه، به یک استقلال سیاسی برسه. اونا تلاش میکنن، صادقانه تلاش میکنن، بسیار زحمت میکشن، بسیار حرفای بد و ردی را میشنون در اجتماع که مثلا اونا میرن وارد بازار کار میشن، اما خیلی با یک نیت پاک داخل اجتماع میشن، کار خودشون انجام میدن و تانسته بودن که اینا در ظرف 2-3 سال، البته مقاله مثال مربوط بشه به سال 96، اونا در عرصه یک زن در 4 سال کاری خود نسبت به یک مردی که 10 سال کار کرده بود در رشته قوی‌تر بود، ارتباطاتش بیشتر بود و عایدش هم بیشتر بود و تلاش به این داشت که چگونه بتونه تمام بازار مزارشهی و در اختیار خود داشته باشه. بسیار خوب بود و انگیزه داشتن که برای ملتشان کار کنن، مناسب یک خدمتگزار واقعی. خیلی عالی، بسیار تشکر. مجتبی دقت عضو روند سبز با ما هستن. یک وقفه کوتاه میگیریم، زود برمیگردیم. بازم خوش آمدین به برنامه وریانس این هفته، به ادامهش. البته از مجتبی دقت بیشتر بپرسیم درباره فعالیت‌های سیاسی ایشان که چگونه علاقمند سیاست شدن. تشکر. یک شعر است میگه خدا آن ملتی را سرورید داد که تقدیرش به دست خویش بنوشت، با آن ملتی سر و کاری ندارد که دهقانش برای دیگران کشت. هدف ما آمدن در سیاست و فعالیت سیاسی خدمتگزاری بی‌ریا به مردم افغانستان است و گرفتن سرنوشت در دست خود ماست. ما متاسفانه در 40 سال پسین بیشتر خارجی ها برای ما و شما تعیین کردن که کجا بریم چه باید بکنیم. هدف آمدن ما در قدرت در سیاست است که ما بتونم سرنوشت کشور خود به دست خود بگیرم و خودم برنامه برای مردم خودم بریزم. دست تجاوز با خارجی تعامل داشته باشیم، اما تجاوزش برای ما پذیرفتنی نیست. خیلی عالی. در بخش سیاست اگر به فعالیتتان اشاره کنین که چه فعالیت‌های بیشتر انجام دادین؟ قسمی که در بخش اول گفتین که مقاله نوشتین و برای خانمایی که در مزار شریف بودن صدایشان شدین بالاخره از طریق مقاله، از طریق قلم. از طریق سیاست چه کارایی را انجام دادین؟ بسیار خوب. ما در فعالیت‌های سیاسی تمام روندهایی که در افغانستان چه در عرصه انتخابات بوده چه در عرصه کارهای سیاسی بوده رو تمامش انجام دادیم. ما در انتخابات 2014 اشتراک کردم، به یک کاندید رای دادیم. همچنین در انتخابات 1397 انتخابات پارلمانی بود، نقش فعال داشتیم و کاندید ما الحمدلله داخل پارلمان است. وکیل ما دیگه در سال 1398 وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری شدیم. برای اولین بار تونستیم به مورمان شهری که برای خود تعیین کرده بودیم رسیدیم و کاندید خود پیروز ساختیم. و در عرصه فعالیت‌های سیاسی دیگه دادخواهی کردیم. مثلا یک وقتی انفجار شد ما عامل اصلی از رو پیدا کردیم، رفتیم تظاهرات کردیم، صدای ما را بلند کردیم و در روندهایی که فعلا ما در ماه سنبله قرار داریم سال 96 و 98 وقتی هفته شهید برگزار میشد، بسیار یک حالت بسیار هیجان انگیز و بسیار نفرت کننده برگزار میشد. مردم بسیار با تکلیف میشدن. ما از قالب نفرت و انزجار و ولگردی و اوباشی آوردیم در قالب منظم، رفتیم گل گذاشتیم، یک فرهنگ نو ایجاد کردیم و یک ابتکار داشتیم در عرصه سیاسی و هیچگاه کار سیاسی ما برای مردم افغانستان رنجاور نبوده، همیشه خوشایند بوده و از طرف مردم استقبال شده. یکم نتیجهش فکر میکنین دیرتر خواهد بود ولی کار را انجام دادین، چون این سال ما فکر میکنیم امتحان خود از دست دادیم. بله. نتیجهش انشالله به درازا به نتیجه خواهد رسید. ولی درباره اینکه الگوی سیاستتون کی است بر ما بگوین. خب بدون شک وقتی یک انسان میخواد به یک فعالیت
شروع کنه در دنیای خودش که کار شروع میکنه، سیاست باشه، اقتصاد باشه، خبرنگاری باشه، الگوهای خودم داشته باشه. ما در سیاست الگوی خود شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور الگوی می باشه و کوشش میکنم آرمان از او، فکر از او، راه و روش از او مطابق خاصش که البته مورد پذیرش مردم افغانستان است و مطابق خاصش قانون اساسی شکل گرفت در سال 2002 راه از او تعقیب میکنم و الگوی مبارزاتی ما شهید احمد شاه مسعود بزرگ است. بر اساس کدام ویژگی های شما زمانی که یک الگو رو ما انتخاب میکنیم بر اساس یک ویژگی خاص انتخاب میکنین؟ ویژگی شما چی بوده براشون؟ بله. اولین ویژگی احمد شاه مسعود بزرگ حافظ استقلال افغانستان است. آمد برای یک ملت بانی حافظ استقلال شد. استقلال افغانستان از دو تجاوز، هم تجاوز پاکستان که توسط یک گروه سیاه بود، هم تجاوز خارجی شوروی بود، نگاه کرد و برای مردم افغانستان یک راه میانه، اعتدال و یک سیاست فعال معرفی کرد. با او دلیل ما را من حیث یک الگوی خود قرار دادیم. برای جوانان از سیاسی نشوه، ولی هر سیاستمدار مخالفان و موافقان خود داره. درسته؟ بدون شک زیبایی دنیا همیست که هم مخالف داشته باشی هم موافق داشته باشی. موافق میای از طرز دیدت پیدا میکنه، مخالفایی که نقد میکنه اونا هم زیباستن، اونا هم قابل پذیرش هستن، چون نقد باعث سازندگی انسان میشه. اما مخالفایی که باز به فکر کارهای نادرست افراطی و تروریستی انجام میده او خودشان جداست. اما یک نفری که مخالفت نقد میکنه و نقد باعث میشه که انسان به اشتباهات خود پی ببره و اصلاح شه و تغییر کنه روز به روز، این بسیار کار نیک است. من موافق هستم که مشکلی ندارم با مجتبی دقتی که با این جملات سیاسیش میخوای سوال را جواب بده، به دنبال چی است؟ ما به دنبال یک کشوری هستم که کشور ما افغانستان دو آرامش باشه، عزتش، وقارش، حیثیتش، استقلالش حفظ باشه و بتونه من حیث یک کشوری که چندین سال جنگ داشته یک پیام‌آور سال باشه و جنگ و خشونت در افغانستان قتل باشه و تمام مردمش در بستر سال با هم زندگی کنن. ما به دنبال عزیزم که بتونم یک شرایط تا به قیمت جانم هم تمام شه و باید مهیا بسازم و برای ملت خود قربانی بدم. در مذاکرات صلح که فعلا جریان داره خبر ازشان دارین؟ ما بسیار خوش هستم که مذاکرات صلح بالاخره یک دریچه واس شده و گروه‌های مخالف میان گپ میزنن سر همین افغانستان که بتونیم به یک نتیجه برسیم. این دستاورد حفظ شود، طالب بیا جذب نظام شود و ما بتونیم این راهی که تا حالا آمدیم با قربانی‌های بیشمار پیش بریم. اما متاسفانه گروه مخالف فکر برای صلح نداره. دیروز ما خبر شنیدیم که چندین اساکر در ولایت میدان وردک کشته شدند. این بسیار نگران کننده بود. ما باید اگر صلح می‌خوایم باید صلح شود، اگر جنگ می‌خوایم باید جنگ شود، مسائل باید مشخص شود. متاسفانه یک سال صلح بلند میکنن، از یک سو دیگه فرزندان صدیق کشور که برای عزت، پاسداری از ناموس ملی و استقلال میجنگه و سنگر حفظ کرده اونا رو به شهادت میرسونن. ما انتظار دارم که صلح انجام شود، ما بتونیم یک کشور دارای صلح داشته باشیم و همین میزان بودجه که اکثریت شر نظام و سر نیروهای ملت مصرف میشه از او کاهش پیدا کنه، کسی کشته نشه، بره میره در بازسازی در اقتصاد افغانستان مصرف کنه که ما بتونیم به استقلال اقتصادی برسیم و ما دست از وابستگی و بیرون خلاص شود و همو عزتی که تاریخ ما داشته او را دوباره به دست بیاریم. به عنوان یک عضو یک روند نگرانی‌های شما چی است؟ در کدام عرصه؟ در بخش مذاکرات با طالبان. ما خب فعلا نگرانی ندارم. الحمدلله جمهوری اسلامی افغانستان نگرانی ما رفع کرده، از عزت ما نگهداری میکنه، از پرچم ما نگهداری میکنه، از نظام نگهداری میکنه، حیثیت ملت ما را در مذاکرات حفظ میکنه و گروه مقابل میگه که بیاین یک جای شویم، صدای صلح را شعار بدیم، بریم به طرف آینده صلح‌آمیز بدون خشونت، بدون جنگ. نگرانی زمان وجود داره خدا نخواسته جنگ ادامه پیدا کنه و مردم بیگناه هر روز کشته شود به دلیل که هیچ ارزش نداره و بخوان جنگ ادامه بدن. این نگرانی است. اگر صلح شود ما یک دارای یک آینده خوشایند، یک آینده سربلند و یک آینده که در او افغانستان به یک آرزوی خود میرسه، به یک ثبات میرسه، به یک ثبات اقتصادی میرسیم. اقتصاد، کسی که اقتصاد میخوانه خبرنگاری هم خوانده باشه و در بخش سیاسی هم فعال باشه، ورزش میکنه؟ بله ما ورزش میکنم هر روز. البته ما ساعت 2 ساعت در روز بایسیکل میدوانم، کوگردی علاقه دارم، به ورزش تنیس علاقه دارم و گاهی که در خانه بیکار می باشم فتنس انجام میدم. سوالات کوتاه داریم اینا رو میپرسم. چقدر کتاب میخونی؟
بسیار خب. من نسبت به دیگر جوانان شاید قرار کتاب نخوانم، ولی هر روز 1 ساعت مطالعه میکنم. همین لحظه اندیشه های سیاسی کتاب زیر مطالعه است و کتاب های شعر علاقه دارم، رمان علاقه دارم، سیاست میخوانم، اقتصاد رشته است میخوانم، کتاب های خبرنگاری میخوانم، یگان معلومات جالب میخوانم، حتی کتاب های تیوی را به خاطر از اینکه بفهمم که در دنیای طب چی میگذره، چی مستندات وجود داشته، مرض‌ها چی بگونه سرایت کردن. مثلا ما کرونا رو سپری کردیم، درباره از این مطالعه میکنم. مطالعه خوب از بد نیست. غذای مورد علاقتون چیست؟ غذای مورد علاقه ما بیشتر چون در اجتماع هستم و گاهی تظاهرات میکنیم و گاهی کوگردی میکنیم، اینا غذاهای که آبگین باشه مانند شوروا و آش، اینا بیشتر مورد پسند ماست. خیلی. یک سوال پشتو اگه اجازه باشه از شما. مشکل نیست. پرزن څومره باور دی؟ خب بدون شک وقتی انسان یک کار شروع میکنه، اول اعتماد به نفس خودم میبینه. من همین اعتماد به نفس خودم دیدیم که تا می لحظه پیش آمدیم. به خود باور دارم چون به یک کشور علاقه دارم، درس خواندیم، زحمت کشیدیم، با آینده کشور علاقه‌مند هستم و من میتونم که با همین ظرفیت وجودی خود به یک جای برسم که ملتم در انتظارش است. توقع دارین کار شما تایید بشه؟ از طرف کی؟ از طرف هر کس. خب انسان تمام توقعش است که حرفش مورد تایید قرار بگیره، اما گاهی در اجتماع زمانی وقت حرفش ما مورد تایید قرار نمیگیره متاثر نشیم. او زمانش نرسیده یا اون نفر ظرفیت زور نداره. صبر کنین، ان شاء الله حرفتان به کرسی میشینه. خب چقدر مهربان هستین. نمیتونم در باره خود قضاوت کنم، ولی حوادث 40 سال پسین جنگ وقتی ما خبرهای بد که میشنویم متاسفانه حواس ما پرت میکنه. شاید مهربانی کاسته شده باشه. خیلی. به مشکلات تسلیم میشین؟ مشکل یک کل نیست، یک جز از در زندگیت میه که مثلا تو بخوای از پای بندازن. انسان باید صبور باشه، اول این مشکل تحلیل تجزیه کنه، ارزیابی کنه، بعد از اون برنامه بریزه. من یقین دارم که میتونه بر مشکلات غالب شود. به خدمت چی تعریف میدین؟ به خدمت یک انسان که بخواد خدمت کنه انتظار نداشته باشه در مقابل چیز به دست بیاره. حتی باید خوشی و سعادت جنای مقابله در انتظار خود داشته باشه، نه یک متاع مادی من نمیده. آرزویتون چیست؟ بسیاریا میگن سال در افغانستان. من او باور ندارم چون ما باید چیز عملی باید بیاریم. آرزوی من است که در افغانستان همه یک زندگی انسانی مسالمت آمیز در یک فضای با دور از خشونت و نفرت زندگی کنیم. خیلی. چون شما هم در جامعه هستین، با جوانان سر کار دارین، شاید ملاقاتای بیشتر برشون داشته باشین. پیام شما برشون چی است؟ چی میخواین برشون بگین؟ پیام ما برای جوان، البته پیام ها زیاد است، خصوصا برای جوانان پیام ما است که ما در 20 سال گذشته از می تعلیم و تربیت خود ما، همون داشته هایی که خود ما داریم در این وطن درس خواندیم، الحمدلله به یک ظرفیت رسیدیم. الحمدلله ما میتونیم یک کشور اداره کنیم، میتونیم مانند دیگه کشورهای جهان اول، تراز اول که حرف اول میزنن رقابت کنیم و بتونیم به حیث در فضای مسالمت با هم زندگی کنیم، اما به حقوق زن، به حقوق انسان احترام بگذاریم. زنانی که امروز در افغانستان در 20 سال پس رشد کردن قابل افتخار است. اینا را اجازه بدیم که برن به دانشگاه، برن به درس، حق کار داشته باشن، حق تحصیل داشته باشن. من یقین دارم او آرمان شهری که در ذهن داریم آهسته آهسته به او میرسیم. خیلی. اگر چیزی مانده باشه که از شما نپرسیدیم، کامراهای هلال در خدمت شما است. با یک بار دیگر از تلویزیون شما، از تمام دستاندرکارانتان جهان سپاس میکنم. لطف کردین که برنامه شرکت کردین. امیدوار هستم که برنامه‌تان مفید است و موثر است. این برنامه گرامیتان مفید واقع شود و کامیابیتان در راه کارتان میخوایم. خیلی ممنونم. مجتبی دقت عضو روند ثبت در برنامه وریانس. خیلی ممنونم که آمدید. تشکر. سپاسگزاری میکنیم. شما اگر این برنامه دیگر من میخواین ببینین روی یوتیوب ما میتونید ببینین. برنامه دیگری مفیدی هم داریم. هلال تیوی آدرس ما هست، میتونین سر بزنین، میتونین همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنین، لایکش کنین و مواد بیشتری را به دست بیارین که مفید واقع باشه برای شما. این بود برنامه وریانس این هفته. تا برنامه دیگه شما را به خداوند یکتا میسپارم.